بچه من از این برای منم بچه ها از اون برای نه دیگه اونا با چیز من مثلا میرسن ناصر خان سلام علیکم. شما چطور؟ خوب هستین؟ آقا خودتون دروازه‌بان سابق تیم استقلال بودید. نظرتون در رابطه با قهرمانی تیم استقلال که در جام باشگاه‌های آسیا بوده چیه؟ ولی بچه‌ها واقعا اونجا زحمت کشیدن، با تمام قوا واقعا رفتن کوشش کردن تا جام به دست آوردن و بدون کم و کاست راحت اول شدن. یعنی واقعا راحت اول شدن. آقای حجازی جای خود تو خالی نمی‌دیدی در این باشگاه که بعد از سال 1149 تا الان در خود تیم باشید؟ چرا خیلی دیگه سنم اونجا با اون حد رسیده که دیگه نمیتونستم که بازی کنم، ولی همیشه در کنارشون بودم. اونجا تو هتل با هم دیگه بودیم، راهنمایی هم که می‌خواستن در اختیارشون. کدوم بچه‌ها بهتر از همه کار کرد و ممکنه برای ما توضیح؟ البته من هیچ موقع نمیگم همه خوب بازی کردن، واقعا همه زحمت کشیدن از مربی گرفته تا تمام بازیکنان. نقش آقای پورحیدری رو برای ما بیان بفرمایید که چطور بود؟ پورحیدری هم واقعا زحمت کشیدش، واقعا خوب کار کردش، با بچه‌ها هماهنگ شدش، دوست بودن با هم دیگه. دوستی خیلی مهمتر از همه بود که تونستن قهرمان آقا عقب‌تر برو شاهین جان ماشاءالله ایران. سمد جان سلام، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدی سمد جان. سلام علیکم، خوش آمدید، تبریک میگم. بفرمایید سمد جان، چه احساسی داری که الان پیروزمندانه با جام باشگاه‌های آسیا به وطن خودتون تشریف بیارید؟ والله خیلی خوشحالم از اینکه سربلند به مملکت عزیز برگشتیم. این تبریک میگم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ تبریک میگم بهتون، مبارک باشه. آقای مختاری فر تبریک میگم بهتون. چه احساسی داری پیروزمندانه به وطنتون تشریف آوردید؟ با غرور تونستیم بیایم اینجا و این جام رو برای مملکتمون آوردیم. خیلی خوشحال هستیم. تبریک میگم بهتون. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی پیروزمندانه تشریف آوردیم به وطن. خواهش میکنم نظر خودتون رو در رابطه با این جام به ما بفرمایید. والله چه هستم دیگه حرفی ندارم بگم. خیلی خوشحالم که کام آوردم برای ملت عزیزمون. خیلی ممنون هستم از شما. بازی خوب شما رو از تلویزیون ایران در داکا دیدیم. خواهش میکنم نظر خودتون در رابطه با جام باشگاه آسیا که پیروزمندانه امروز وارد وطن شدی و این همه جمعیت مشتاق برای استقبال اومدن بفرمایید. والا من خوشحالم. اولش جا داره که کلیه مردم ایران طرفدار فوتبال تشکر کنم. واقعا سنگ تموم گذاشتن و بچه‌ها اونجا واقعا سنگ تموم گذاشتن، چون تیم چین 2 بار پیاپی قهرمان شده و ما تونستیم با دست خود به ایران برسیم. خیلی حسن تبریک میگم بهتون. به وطن خوش آمدید پیروزمندانه. خواهش میکنم نظر خودتون رو در رابطه با این جامی که مدت‌ها، البته 21 سال در انتظار این جام بود، این تیم استقلال، برای هموطن خودتون بیان بفرمایید. ما همه تلاش می‌کردیم که بریم جام رو بگیریم. بالاخره بچه‌ها غیرت کردن، زحمت کشیدن و جام گرفتیم. ما هم گفته بودیم تهران که حتما جام می‌گیریم و گرفتیم و اومدیم. ولی خیلی هم خوشحال هستم. تبریک میگم به ملت ایران. این جام دومین جامی است که بعد از جام تیم ملی آسیا بکن است که بالاخره افتخاری است واسه مملکت. در بازی فینال آخرین گل شما ایرانی‌ها رو همه رو پشت تلویزیون‌ها و پشت رادیوها گیرنده‌هاشون به شوق آورد. خواهش می‌کنم بفهمید خودتون در اون لحظه‌ای که گل زدید چه احساسی داشتید؟ من هم مثل اونا که پشت تلویزیون خیلی خوشحال بودم. بالاخره یه ایرانی هستم، غیرت دارم، تعصب دارم و دوست دارم تیمم برنده بشه و بچه‌م ایران. خیلی متشکرم. شما خودتون رو معرفی کنید. من شاهین قرینی هستم، با شما ورود شما رو به وطن اسلامیمون تبریک میگم، مخصوصا ورود پیروزمندانه و غرورآفرین شما فرزندان دلیر این اسلام. خواهش میکنم نظر خودتون در رابطه با پیروزی
تیم استقلال در جام باشگاه آسیا برای بیننده های ما بفرمایید. تیم استقلال توی این مسابقات با اردوی کوتاه مدت شرکت کرد و تو دور مقدماتی با قدرت ظاهر شد. بچه‌ها واقعا سنگ تموم گذاشتن و بازی‌های درخشان اونجا ارائه دادن و ما تونستیم در فینال تیم چین رو با نتیجه 2-1 ببریم و تونسته باشیم دل مردم ایران رو شاد کرده باشیم با این پیروزی. انشالله این جامو سال بعد که به این بازی میبریم باز برش خواهیم گردون تا این جام همیشه در وطن خودمون بمونه. من اینجا جا داره که از تک بازیکنان، هیئت سرپرستی و مربیان تیم تشکر کنم که تونستیم اون چیزی که در شأن فوتبال این مملکت باشه ارائه بدیم و به مقام اولی برسیم. خیلی متشکرم. خدمت آقای شاهرخ بیانی از ملی پوش‌های تیم فوتبال کشورمون و کاپیتان تیم استقلال، خواهش میکنم که احساس خودتون رو در این لحظه‌ای که چند دقیقه است وارد خاک وطن شدید برای بیننده های ما بیان بفرمایید. من خیلی خوشحالم که مملکتم برگشتم و دست پر برگشتم و همین که مردم ایران رو میرم خوشحالم، همین واسه من افتخاره و ما یه حرکتی رو داشتیم میکردیم و موفق بودیم در بنگلادش و آرزو موفقیت واسه مردم ایران دارم که در هر کاری در هر جایی که هست موفق بودیم. ما هم از شما ممنون هستیم. شما امروز شاهد بودیم انگیز یکی از بازیکن‌های محبوب تیم فوتبال استقلال تهران هستیم. لحظه ای هستش تشریف فرما شدیم به خاک وطن پیروزمندانه که تمام مشتاقان فوتبال چه هم از طرفداران پیروزی و استقلال همه به استقبالتون اومدن. خواهش میکنم احساس خودتون رو در این لحظه برای بیننده های ما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم که جام قهرمانی باشگاه آسیا رو به ایران بردیم و مردم عزیزمون رو خوشحال کردیم و به خاطر همین اصلا بچه‌ها زحمت کشیدن که جواب پاداش این همه تشویق مردم بده. شما از همکاری مربیان و بازیکنان برای بیننده های ما تعریف کنید. در تیم‌های ایرانی مسئله تعصب ایرانی همه جا هستش، بخاطر اینکه از لحاظ امکانات در اون سطح بالایی واسمون کاری نشده، ولی از لحاظ تعصب بچه‌ها 100% انجام وظیفه می‌کنن و پاداش خودشون می‌گیرن. از مسئولین کشور و مسئولین تربیت بدنی و دیگر اقشار مردم حضور دارن. خواهش میکنم نظرتون رو بیان بفرمایید. از همه‌شون تشکر می‌کنم که جواب این پاداشون رو دادن و اومدن به استقبال ما و من امیدوارم که در آینده تیم‌های ما بتونه از اون جام قهرمانی بیاره و با امکانات وسیعی که در سطح ورزشی کشور انجام بده. خیلی متشکرم. آقای مهدی فنونی زاده سلام عرض میکنم. میبینم پیروزمندانه در اعضای تیم فوتبال استقلال با جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا به وطن پیروزمندانه و غرورآفرین تشریف آوردید. خواهش میکنم احساس خودتون رو در رابطه با پیروزیتون برای بیننده های ما بیان بفرمایید. والا خیلی خوشحالم، این همه شوق، این همه ذوق از مردم. خیلی تشکر میکنم، واقعا خیلی خوشحالم. شما بازی‌های خوبتون رو ما در تلویزیون ایران دیدیم. وقتی که گل دوم ایران رو به ثمر رسوندن در بازی فینال، خود شما چه احساسی داشتید؟ خیلی خوشحال بودم، سر از خود نمیشناختم. چه پیامی به مسئولین ورزش کشور دارید؟ این مقدار برسم به فوتبالمون. ما تیم ملی تو چین قهرمان شد. این بازی باشگاه آسیا هم رفتیم، ثابت کردیم که تیم ملی الکی قهرمان نشد. به حق. یه جوری باشه ادامه داشته باشه قهرمانی ها. این چی بگم؟ همش دیگه مال ایران باشه. چه جناب آقای فولیدری سلام علیکم. تبریک میگم که امروز پیروزمندانه این تیم باشگاهی شما در آسیا به قهرمانی رسید.
اینها همه از محبت و زحمات برادرانه و بزرگواری شما مربی این تیم پرطرفدار ایران هست. خواهش میکنم در این ورودتون در این لحظات حساس احساس خودتون رو برای بیننده های ما بیان بفرمایید. من خیلی متشکرم، واقعا محبت کردن مردم، اصلا انتظار یه همچین صحنه‌ای رو نداشتیم. در حال وظیفه ما بود، کاری که من نکردم هرچی بود بچه‌ها بودن زحمت کشیدن، چیزی که باید میرفتیم و میگرفتیم میآوردیم ایران و تقدیم این مردم میکردیم. کار بزرگی نبود، وظیفه بود. ما تو این سفر دو هدف داشتیم، یکی گرفتن این جام بعد از 20 سال، یک سال، دومی که ثابت کنیم تیم ملیمون اگر در پکن قهرمان شد شانس و اتفاق نبود. واقعا از حقانیت فوتبال دفاع کردیم، باید این کارو میکردیم چون فوتبال ما تو آسیا برتره. منتها خب یه مقداری مشکلات هست که انشالله به کمک مسئولین ورزش این مشکلات برطرف میشه و ما سریعتر این راه رو میریم انشاءالله. امروز مسئولین کشور، مسئولین ورزش کشور و تمام اقشار مردم میدونی که امروز روز تعطیلی هم نیست، خیلی ها میلیون ها تن از مردم برای استقبال از پیروزی باشگاه استقلال به خیابان ها ریختن، به جلوی فرودگاه تهران ازدحام کردند. چه صحبتی برای این عزیزان دارید؟ من صحبتی ندارم، نمیتونم صحبت کنم، نمیتونم چیزی بگم در مقابل این همه احساسات. من اینو بگم این جام مال استقلال نیست، مال ایرانه، مال مردم ایران، تقدیم به این مردم. در حضور آقای نلچه‌گر هستیم از بازیکن‌های قدیمی تیم فوتبال استقلال تهران. آقای نلچه‌گر خواهش میکنم احساس خودتون رو که با این جام قهرمانی هدیه است برای فرد ملت ایران برای بیننده های ما بیان بفرمایید. والا با این وضعی که پیش اومده باید بگم که انقدر خوشحالم که نمیدونم چی بگم. واقعا مسئولین مردم انقدر ما رو شرمنده کردن که واقعا محبت کردن در ما هم کار کوچیکی انجام بدیم. بازی های خوب شما رو در صفحه تلویزیون در تهران ما دیدیم. فوق العاده موقعی که شما در بازی فینال قوت محکمی بر تیم اومدین، تیم واقعا تغییراتی پیدا کرد و این موجب پیروزی شما بودید. خواهش میکنم این احساس خودتون رو به ما بیان کنید. البته بچه‌ها همه خوب بودن، همه واقعا زحمت کشیدن. ما هم گوشه‌ای از کار گرفتیم و به امید خدا موفق شدیم و واقعا خوشحالم از اینکه میبینم مردم ما اینقدر خوشحالن. چه انتظاری از مسئولین ورزش کشور دارید؟ یه مقدار بیشتر به ورزشگاه توجه. مثلا چی کار کنید؟ توجه بیشتر، البته یه مسئله‌ایه که باید بیشتر باز بشه، وقت بیشتر بخواد. امروز